12مین کتابی که از من چاپ و منتشر شد کتاب جغرافیای تاریخی کاریان نام داره. این کتاب در سال 1386 با هزینه معادل 30 میلیون تومان توسط انتشارات همسایه در 1000 نسخه چاپ و منتشر شد. من طبق معمول اینطوری که ملاحظه میکنید این کتاب را به دوست دانشمندم جناب آقای دکتر محمد باقر وثوقی هدیه کردم به خاطر تلاش ها و کوشش های ایشون در زنده داشت تاریخ و فرهنگ کهن لرستان. این کتاب حاصل ایام تحقیقات و تتبعات دوران دانشجویی من هست که بعد که آمدم به زادگاه اینها را تدوین کردم، دادم حروف چینی کردم. حروف چینیش سال 80 تموم شد که یک خاطره تلخ و یک خاطره شیرین هم من خوب از این کتاب براتون بگم. درباره خاطره تلخ اینه که من سال 80 پیشنهاد شد برای چاپ این کتاب به اهالی کاریان مراجعه کنم. شخصی بود به نام شیخ سلمان، پسر شیخ اوقاف قطر. ایشون مادرش اهل حرم یا کاریون بودن. من رفتم خدمت ایشون. یک شیخ عرب بود، البته فارسی میفهمید ولی خب نمیتونست فارسی صحبت. من بهش گفتم چنین کتابی میخوام تعریف کنم، حالا شما لطف کنید هزینهش پرداخت کنید. ایشون هم به زیر دستاش که مشهور هستن به سلجوقی های حرب دستور داد که کمک کنید. زیر دستاش به من گفتن که شما برید خبرتون میدیم، ولی که هیچ خبری نشد از ناحیه همین سلجوقی ها که زمان پهلوی جز خوانین حرم بود. تا اینکه باز من مجددا به ثروتمندان و بزرگان کاریان مراجعه کردم و بهشون پیشنهاد دادم که اون موقع هزینه چاپ 1 میلیون میشد، 500,000. گفتم شما این 500 تومن تا 1 میلیون که به من بدید این کتاب چاپ کنیم، خب هرچی فروش بره پولش بردارید برای خودتون و من حتی 1 دونه کتابم نمیخوام. حتی به اعضای شورای روستای کاریان هم مراجعه کردم، همین پیشنهاد رو به اونها دادم. من حد زدم با توجه به اینکه اهالی کاریان بسیار ثروتمند هستند، اونها قادر به تأمین این هزینه بودند. من حد زدم اونها به دلیل تعصبات مذهبی حاضر به تأمین هزینه چاپ کتاب نیست. تا اینکه گذشت سالها و در سال 1385 با پیگیری های میراث فرهنگی و گردشگری جویام که خود من دبیرش هستم و مسئولین میراث فرهنگی در سطح شهرستان و استان 200 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفتن برای حفاری و کندوکاو آتشکده آذرفرنبق کاریان. بعد تصویب هم شد. یه هیئتی از تهران اومدن کاریان، گفتن خب
این آتشکده‌ای که شما میگید کجاست؟ گفتن اون تپه. گفتن خب آیا شما مدرکی هم دارید که ثابت کنه آذرفرنبرگ همین تپه است؟ جواب دادن والله اعلم و ما فقط شنیدیم. و همون موقع ظاهرا رئیس شورای اسلامی شهر لار آقای روینا همراه این هیئت بوده. بعد با من تماس گرفتن که شنیدیم شما همچون کتابی نوشتید، الان اگر این کتاب به عنوان سند و مدرک در اختیار این هیئت قرار نگیره این 200 میلیون اعتبار برگشت میخوره، لذا خواهش میکنم که این کتاب را در اختیار کاریونی ها بذارید که چاپ بشه و شما بیاید کاریون که من پول چاپ این کتاب را از اینها میگیرم. گفتم من هرگز پا اونجا نمیذارم. چندین بار اومدم خواهش کردم و جواب رد داده. تا اینکه یک ماه بعد گذشت کمتر، باز آقای روینا رئیس شورای اسلامی شهر لار خواهش کردند که ایشون خواهرزاده آقای دکتر وثوقی هم هست، خواهش کردند که شما، من خودم یعنی از طرف شورای لار پول چاپ کتاب میدم شما چاپ کنید که این اعتبار برگشت نخواد. من به احترام ایشون و شخص فرماندار آقای منصور محتاجی قبول کردم. بنا شد 1.5 میلیون از هزینه چاپ کتاب شورای لار بده، بقیهش خودم دادم و این کتاب در سال 86 روانه بازار شد. حالا خاطره تلخ همون انکار و مخالفت اهالی کاریان با چاپ این، با اهالی که نه، همون ثروتمندان، و خاطره شیرین اصرار و خواهش غیر مستقیم همونها و مستقیم ریاست شورای لار برای چاپ این کتاب. یعنی در حقیقت اگر این کتاب، البته اون 200 میلیون برگشت خورد رفت و حتی شنیدم که بعد یه نفر گرفتن 10 میلیون تومان بهش دادن که باز راجع به کاریان بشینه کتاب بنویسه و این کتاب را چاپ کنه تا یه سندی باشه برای اجرای اون پروژه 200 میلیونی که همون شخصی که انتخاب کرده بودن با من تماس گرفت و یه اطلاعاتی میخوام. من بهش گفتم که صبر کن یه چند ماه دیگه چاپ میشه دیگه، شما زحمت نکش. میخوام بگم که یک گاهی اوقات جهالت انسان ها و گریز از علم و دانش چه خسارت هایی که به بار نمیاره. اگر این 200 میلیون تومان اجرایی شده بود قطعا یک آثاری از زیر خاک بیرون میومد، توجه جهانیان را به خودش جلب میکرد، تبدیل به یک منطقه گردشگری میشد و ما میتوانستیم 2 میلیارد تومان، میلیاردها تومان جذب منطقه کاریان بکن. و اما